خدا از امت بی سواد، بیکار و لندقر، بی تولیدی مصرفگر، امتی که شب روز به عیاشی و فحاشی روبرو باشه، از چی فایده؟ شما یک دفعه وارد تیک تاک شوید ببینید جوانان ما امروز به چی مصروفه. این جوانی که سالها مادر زحمت کشیده، پدر زحمت کشیده رو بزرگ ساخته، که امروز باید از او منفعتی باشه، از او خیری باشه، او به عنوان یک فرد از این امت کاری برای این امت انجام بده، شب و روز میبینی که در نمی تیک تاک مصروفی چتیات و لهویات و لغویات و ای او را توهین بکنه، او ای را توهین بکنه، ای به قومی او بربره، او به قومی ای بربره، ای سیب او را دشنام بده، او ای را دشنام بده، ای آبرو به عزت او را زیر پا بکنه، او آبرو به عزت ای را زیر پا بکنه. خب به کدام مسیر روان هستید جوانان عزیز؟ نه تنها برادران که خواهرانی هم هست. ببینید که چی میکنه. تمام چتیات و لغویاتی نیست که مگر که اینها به اصطلاح با کمال بی‌ادبی و بی‌حیایی آمدن به اصطلاح مطرح میکنن. اینها فامیل ندارن، اینها مادر و پدر نداشتن، اینها تربیت کننده ندارن. خب به کدام مسیر روان هستی؟ اگر از نمو هم پرسان بکنی میگه من مسلمان هستم الحمدلله، شاید بگه من حجم رفتم، نماز میخوانم، روزه میگیرم، در حالی که دین برای ما میگه که مسلمان در وصف و شأنش نیست که دشنام بده برای کسی. دشنام دادن کار منافق هست. اذا خصم فجر، منافق است که وقت با کسی طرف میشه دشنام بده، توهین میکنه، پدر و مادر و نفتک و نبیرهش برباد میده. جوان عزیز، حیفی جوانی، به کجا مصرف میکنی جوانی رو؟ یک لحظه تصور کن روز قیامت از تو رب العالمین پرسان بکنه بگه برات 50 سال 60 سال عمر دادم، تمام امکانات ابزار و وسایل در اختیارت بود، بندم، تو چی کردی؟ تو در برابر رب العالمین میگویی که پروردگارم شب روز در تیک تاک مادر ای را دشنام میدادم، خواهر او را دشنام میدادم، اسرار ای را برملا میکردم، برای ای توهین میکردم، به ای تعصبات قومی را نشر میکردم، به او دشنام و توهین و تحقیر و تمسخرش میکردم. دینی که برات میگه حتی اسراری که بین خودت و همسرت از حق نداری و رو بیایی با کسی آشکارا بکنی، و اینها میان با کمال بی‌وضاحتی و بی‌شرمی در صفحات می نشینن، کلش از مسائل چی صحبت میکنن. عجیب منطقی. به کدام مسیر روان است این جوانان ما؟ والله که از روی دلسوزی میگویم میرن، نه از روی دشمنی. چرا وقتتان ضایع میکنید؟ چرا این فرصت ها را از دست میدهید؟ تو غافل از این که هر چی تو میگویید نوشته میشه در پرونده اعمالت. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. و هر چی میگویی تو مسئولی در برابر گفته‌های روز قیامت. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. این چشم و دست و گوش و زبانت همه مسئولیت داره. اینا روز قیامت ازت پرسان میشه. چرا بارت سنگین میکنی؟ چرا وقتت ضایع میکنی؟ چرا سبب میشوی که هزاران نفر دیگر رو به بی‌حیایی و گمراهی و به گناه و معصیت دوچار بکنی؟ تو نمیدانی کسی که سببی بنیانگذاری یک عمل زشت بشه، تو نمیدانی این کلیپی که تو گذاشتی با هزارها چتیات و دو و دشنام و توهین و تحقیر و بی‌حیایی و بی‌بندوباری و مسائلی که نباید به اصطلاح گفته بشه تو گفته روانستی، این هزارها نفر میبینه، به اندازی 1000 نفر در پرونده اعمال گناه و معصیت نوشته میشه. غافل از این؟ به هر حال عزیزان من، و ان کثیرا من الناس لفاسقون، بسیار از مردم در فسق روان هستند. و شما میبینید اونهایی که به هدایت و به دین دعوت میکنه شاید مخاطبینش به 1 میلیون نفر نمیرسه، ولی اونی که به طرف فسق و فجور دعوت میکنه ببینیم میلیون ها نفر ازش استقبال میکنه، حمایتش میکنه، اسپانسرش میکنه، تشویقش میکنه، ترغیبش میکنه، برش فخر میکنه، کلپایش شیر میکنه، نشر میکنه. الله سبحانه و تعالی برای ما عقل و شعور بده که درک بکنیم.